کردن امسال همی 25 تا 30,000 سومانی رسید. از سبب بالاروی نرخ جوزشواری، از سبب بالاروی نرخ نوری‌های مینرالی. کاری کوریان در رابطه با توی اندازه قیمت شده می‌شود. یک تأثیری منفی دیگر در بالاروی نرخ همیشه که امسال یک بار نرخ جوزشواری دیزلی قریب یک برابر زیاد شد. سالی گذشته میشه روز اگر 6 تومانی بود 26 تومانی 20 درهم بود. بازی 12 13 تومانی بود. دیروز هر یک از اون 13 تومانی 50 درهم بود دیگه. اما همه جمع شده تاثیر از این چیزی امسال از حدود ولایت تا قریب دیگر شهر و نوحه و بین از جمهوری تا قریب 50,000 تن پیاز صادرات شده با واسطه روی و هم با واسطه نوشینو با واسطه ولایت سو با واسطه من نوحه توزیع و البته همه همین تاثیر خود تو اندازه میرسونه. مثلا سر اون است که امروز در ولایت ذخیره پیاز برای تامینات بازارها وجود دارد. در بازار پیاز چی بگیم دفیسیت یا که کمچین نیست. لیکن مثلا در سر اون است که امروز همین چیزهایی که ما بودیم فاکتورهای ما بودیم البته تاثیر خود نه با یک پیاز با دیگر مسائل کشاورزی هم رسوندنی است و ما حاضر در نقشه‌بندی که مثال از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مخابرات جمهوری دولتی ولایت سرریاست کشاورزی در ولایت از پیش‌بینی است ما حرکت می‌کنیم که در آینده همین چیزا را پیش‌بینی کردن مسئله کشت مسئله گفتارش را با دقیق‌تر و معین‌تر